آمدین دوستان گلم. شما که پرچم را در پروفایلتان ماندین، افغانا خوش میشه، یعنی پشتونا. تاجک ها که هم زبانتان است وقتی پرچم ها میبینن خفه میشن. چرا ما یک پرچمی داریم که تا به هنوز طالب موفق نشده و پرچم جمع بکنه و افغانستان از پیش شما بگیره. ما در پنجشیر، در اندراب، در بدخشان، در جای افغانستان امروز در برابر طالب و امو افغان با همی پرچم که طرفدارش است می جنگه. اگر می خواهیم که همدردی با هم زبانایتان داشته باشین، خب پرچم ما را بگذارین. چه نیاز است که پرچم افغان مانده در پروفایلت؟ نه این افغان همه افغان است دیگه. نه افغان در افغانستان یک قبیله است، یک طایفه است. دوستا لایک کنین. نمیفهمم براستی.